ما امروز به قبرها نمیریم و اگر بریم چهره برمیگردونیم نگاه نمیکنیم، خطرناک. اونجا جای توست، یه روزی بایستی اونجا قرار بگیریم. اون قطع زمین مادر ماست، هر روز 5 تا پیغام برای ما میفرسته، میگه که ای فلان ابن فلان، من خانه انا بیت الوحده، من خانه تنهایی. اینجا دیگه خان هستی، شیخ هستی، دکتر هستی، استاد هستی، هر کی هستی، فرزند داری، مال داری، انا بیت الوحده. اینجا فقط باید تنها بیای، یه نفر. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هم. اینجا نمیتونی برق ها رو هی روشن بکنی، اینجا نمیتونی لامپ فلان بذاری. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی هم. نور میخوای واسه خودت از اونجا بیار. 3 میگه انا بیت الغربه، من خانه غربتم، اینجا غریب، کاملا غریبی. انا بیت الوحشه، اینجا وحشت تا دلت بخواد هست. و انا بیت الدوده، من اینجا کرم و عقرب و اژدها تا دلت بخواد وجود داره. سم بیار با خودت، پادزهر بیار با خودت، نماز، ذکر الله، این جلسات قرآنی، اینها رو اونجا میفهمید چه خبره، اونجا میدونید ارزش اینها رو.